در برنامه امروز در مورد برگلری صحبت خواهیم کرد. کلمه برگلری را اگه بخوام به فارسی ترجمه کنیم، خیلی ها اینو توی دیکشنری ترجمه کردن دزدی، ولی این درست نیست. در بعضی دیکشنری ها ولی اینطوری ترجمه شده: ورود به خانه به قصد ارتکاب جرم. این درست‌تر هست و من میخوام امروز در مورد این که برگلری چی هست و چطوری کار میکنه صحبت بکنم. برگلری یکی از اون جنایاتی است که از انگلیس میاد. برگلری 4 المنت داره یا 4 عنصر داره. عنصر شماره 1 هست breaking، یعنی اون نفر میاد در رو میشکنه. المنت شماره 2 هست entering، یعنی در رو میشکنه و وارد میشه. المنت شماره 3 هست the property of another، یعنی وارد خونه یکی دیگه میشه. کاملا واضحه که نمیتونه خونه خودش باشه. و مهمترین المنتش هست که شماره 4 with the intent to commit a felony once inside، یعنی با این هدف که وقتی وارد اون خونه شد یک جنایت انجام بده. معمولا چون نفرهایی که وارد میشن اون جنایتی که داخل اون خونه انجام میدن اینه که میرن یه چیزی رو میدزدن، میان بیرون. به این دلیل خیلی ها به برگلری میگن دزدی. این حتی در بین آمریکایی ها هم درسته. خیلی مردم وقتی کسی خونه شون میاد میزنه میگن my house was burglarized، و این درسته چون واقعا یکی اومده خونه شون رو دزدی کرده. ولی چیزای دیگه هم هست که ممکنه در داخل اون خونه انجام بشه که این جنایت رو یک برگلری باشه. سلام به شنوندگان گرامی. در این قسمت برنامه گفتگویی داریم با آقای دکتر دیوید شیهن، وکیل دفاعی دادگاه‌های کالیفرنیا، برای حل مسائل حقوقی خود با تلفن 818 444 44 44 تماس حاصل فرمایید. آقای دکتر شیهن، به برنامه امروز خوش آمدین. اولین نکته‌ای که در مورد جنایت برگلری باید صحبت بکنیم اینه که جنایت برگلری در خارج از خونه شروع میشه. یعنی اون نفر خارج از خونه اومده داره فکر میکنه که من میخوام وارد این خونه بشم و یه جنایتی رو انجام بدم. بعد در خونه رو میشکنه، وارد میشه و این خونه خودش هم نیست. جالبی این جنایت در اینه که وقتی اون طرف در خونه رو شکست، وارد شد، حتی اگر جنایتی انجام نده، اون جنایتکار میتونه به جنایت برگلری محکوم بشه. یعنی وقتی اون طرف بیرون وای میسته فکر میکنه که من میخوام وارد این خونه بشم و یه جنایتی انجام بدم، بعد در رو میشکنه، وارد میشه، اون جنایت برگلری انجام شده. یعنی دادستان فقط کافیه ثابت بکنه که این نفر وقتی بیرون از خونه بود فکر کرد که میخوام برم توی این خونه و یه جنایت انجام بدم، بعدن در خونه رو میشکنه، وارد میشه و گرچه اون جنایت رو انجام نمیده، جنایت برگلری انجام شده. 818 444 44 44 تلفن به یاد ماندنی 818 444 44 44 818 همش 4. داریم صحبت برگلری میکنیم و این که شامل 4 المنت میشه: breaking، یعنی طرف خونه در رو میشکنه، and entering، و وارد خونه میشه، of the property of another، یعنی خونه یه نفر دیگه است، with the intent to commit a felony once inside، با این هدف که یک جنایت انجام بده وقتی که وارد خونه شد. اون جنایت هایی که این نفر میتونه انجام بده زیادن، ولی جنایت هایی که خیلی مشهور هستن اینان. شماره 1 که خیلی واضحه اینه که طرف میخواد بره اونجا و وقتی وارد خونه شد یه چیزی رو دزدی کنه و برای این هست که خیلی ها به برگلری میگن دزدی. ولی جنایت های دیگه هم هست. یکی از این جنایت ها که خیلی مشهور هست
ریپ هست. یعنی طرف داره فکر میکنه که من برم داخل خونه و به یه نفر تجاوز بکنم. بعضی وقتا طرف میخواد بره داخل خونه و آرسن، یعنی میخواد بره خونه رو آتیش بکشه. بعضی وقتا میخواد بره و آدم دزدی بکنه، یعنی میخواد با اسلحه‌اش بره اونجا یه نفر بگه ببری سوار ماشینشو میخواد ببرمت. حتی موردایی هست که طرف آیدنتیتی ثفت انجام میده، یعنی میره داخل خونه و در داخل خونه میخواد هویت یه نفر رو بدزده، تمام اون کاغذاش اینا رو ورداره و بیاد بیرون. و بالاخره حتی میتونه موردایی باشه که طرف وارد خونه بشه و حقوق انسانی اونو بشکنه، civil rights بهش میگن. نکته بعدی در مورد برگلری اینه که وقتی اون طرف در خونه رو میشکنه و وارد میشه و اون خونه خودش نیست، لازم نیست که حتما در داخل اون خونه یه جنایت انجام بده، چون بعضی وقتا طرف نظرش رو عوض میکنه یا میفهمی که هوا پسه و میاد در میده. اگر در اینجا اینو بگیرنش و دادستان بتونه ثابت بکنه که وقتی خارج از خونه بود این در فکرش بود و هدفش این بود که بره داخل خونه و یه جنایت انجام بده، میتونه اینو به برگلری محکوم بکنه که خیلی جنایت بدی هست. دکتر دیوید شیهن، وکیل دفاعی 44 818 444 44 44 برای مشکلات قانونی خود با دفاتر حقوقی 44 تماس حاصل فرمایید. قانون برگلری از انگلیس میاد و خیلی ها اعتقاد دارن که این قانون رو ما اصلا لازم نداریم، به خاطر اینکه وقتی کسی در خونه رو میشکنه و وارد خونه میشه و مثلا میره دزدی میکنه، این نفر میتونه به جرم دزدی محکوم بشه. ما احتیاج نداریم که برگلری داشته باشیم. یا مثلا اگه یه نفر در خونه رو میشکنه، وارد میشه و میره در داخل خونه به یه نفر تجاوز میکنه، این برای اون تجاوز میتونه محکوم بشه. ما احتیاجی به قانون برگلری نداریم. در حقیقت نفری که میاد برای برگلری چارج میشه همیشه حداقل برای 2 جنایت چارج میشه. اول برای اون برگلری هست، به علاوه این که برای اون جنایتی که در داخل اون خونه انجام داده برای اونم چارج میشه. این ریکوایرمنت های برگلری در گذشته بیشتر بوده. اولا این که برگلری فقط باید در شب انجام می شده. معمولا بهش می گفتن که burglary is a breaking and entering of the property of another at night، یعنی در شب. در زمان حاضر اولا این که لازم نیست که برگلری در شب باشه، به علاوه این که برگلری قبلا همیشه مال هوم بود، یعنی it's a breaking and entering of the property of another، و منظور اون که property of another منظورش اینه که خونه یک نفر باشه، چون ما میخوایم که مردم در خونه خودشون امن باشن. ولی حالا اینطوری نیست، یعنی یه نفر میتونه بره و یه ساختمون کامرشال که آفیس و ایناست وارد اون بشه و محکوم به برگلری بشه. نکته بعدی که در مورد برگلری مهمه اینه که حتما نباید یه نفر وارد خونه یه نفر بشه. مثلا بعضیا چسبیده به خونهشون یک گست هاوس دارن، اگه کسی وارد اونم بشه اینم برگلری هست. بعضی وقتا یک کلبه‌ای هست که اون ته خونهشونه، وارد شدن به اونم برگلری هست. و حتی اگر با همونطوری که گفتم اگر وارد یه ساختمون کامرشال بشه اونم برگلری هست. ما میخوایم که کسی وارد این خونه ها نشه و همینطور نمیخوایم که کسی وارد دفاتر مردم بشه، چون معمولا در اون دفاتر ممکنه که یه وایلنس ایجاد بشه. وکلای دفاعی 44 818 444 44 44 با آقای دکتر دیوید شیهن در مورد هر گونه مسائل قانونی تماس حاصل فرمایید. 818 444 44 44. نکته مهم جنایت برگلری در اینه که وقتی ما میگیم breaking
یعنی در خونه رو میشکنه an entering و وارد میشه، این لازم نیست که در خونه رو بشکنه. یعنی بعضی وقتا در خونه وازه، این فقط کافیه دستگیره رو وا کنه، فشار بده بیاد تو. گرچه این چیزی رو نشکسته، این در حقیقت المنت اول رو انجام داده. در انگلیس قانون این شکلی نبود. در انگلیس برای اینکه کسی به جنایت برگلری محکوم بشه باید یه چیزی رو میشکست، یا باید پنجره رو میشکست وارد میشد، یا باید در خونه رو میشکست وارد میشد. ولی در آمریکا در اغلب ایالات فقط کافیه که طرف وارد خونه یه نفر بشه. در رابطه با این یه جنایت دیگه ای است که در کالیفرنیا خیلی مهم هست و اون اینه که ما در کالیفرنیا وقتی که کسی میاد وارد ماشین یه نفر میشه، این برگلری هست. ما در کالیفرنیا چندین جنایت داریم برای ورود به ماشین یک نفر و یه نفر که میاد و وارد ماشین یه نفر میشه میتونه یک یا چند تا از این جنایت رو انجام بده و محکوم بشه. در کالیفرنیا ما یه جنایتی داریم که خیلی بد هست، بهش میگن Grand Theft Auto. این در صورت یه نفر میره و ماشین یه نفر رو میدزده. ولی برای اینکه برگلری انجام بشه در کالیفرنیا حتما لازم نیست که یه نفر ماشین رو بدزده. اولا اینکه باید بگم در کالیفرنیا اگر کسی بره در ماشین رو وا کنه و از داخل ماشین یه چیزی رو ورداره، اگر در ماشین قفل نبوده این جنایت برگلری انجام نداده. برای اینکه جنایت برگلری که با ماشین یه نفر انجام میده حتما باید در اون ماشین قفل باشه و اون نفر به یه طریقی در این ماشین رو وا میکنه. اگه اون نفر بتونه در ماشین رو وا کنه و وارد بشه، حالا ماشین رو برگلرایز کرده. اگه در ماشین وا باشه و این فقط در رو دستگیر رو بگیره و در رو وا کنه، این برگلری نیست. البته اینجا باید دقت کنین که گرچه این نفر برگلری انجام نمیده میتونه به جنایت‌های دیگه‌ای محکوم بشه، چون به هر حال دزدی رو داره میکنه، ولی این برگلری نیست. اگر بیاد صندوق عقب ماشین رو وا کنه و داره وا بشه و این یه چیزی ورداره، این برگلری نیست. ولی اگه یه نفر بیاد صندوق عقب ماشین رو وا کنه، یعنی قفلش رو بشکنه یا یه کاری بکنه وارد بشه، این برگلری اون ماشین است. گرچه ممکنه توی اون ماشین هیچی نباشه، توی اون صندوق عقب هیچی نباشه، این با این حال میتونه به برگلری ماشین محکوم بشه. آقای دکتر دیوید شیهن از وکلای دفاعی 44 مهمان عزیز برنامه ما هستند. شماره تماس 818 444 44 44 818 همش 4. همونطوری که من قبلا صحبت کردم، برای اینکه یه نفر از یه جنایتی محکوم بشه یا به یه جنایتی محکوم بشه، باید اون دادستان ثابت کنه که beyond a reasonable doubt، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره که این نفر این جنایت رو انجام داده. و یکی از بهترین راه‌هایی که ما میتونیم به یه نفری که چارج شده که ماشین یه نفر رو برگلرایز کرده اینه که ما میگیم که در اون ماشین واز بود و این آقا در اون ماشین رو نشکنده. اگر اون جوری فکر کنه که در اون ماشین واز بوده، اون نفر نمیتونه محکوم بشه. این در حقیقت یکی از راه‌هاییه که وکلا استفاده میکنن تا اون مشتری خودشون رو بیگناه نشون بدن. چون اگه شما به عنوان یه وکیل بتونین نشون بدین که این مشتری من در این ماشین رو وا کرد و در ماشین قفل نبود، این کاملا واضحه که این نمیتونه برای برگلری ماشین چارج بشه. ولی خیلی وقتا اون صاحب ماشین میاد میگه که نه، اون ماشین من قفل بود.
در این موقع ها وظیفه ما به عنوان وکیل اینه که بریم سوالاتی از اون صاحب ماشین بکنیم و به اون جوری جلوه بدیم که این نفر مطمئن نیست که اون روز در ماشین رو قفل کرده بود یا قفل نکرده بود، و اگه اون جوری شک بکنه که آیا این نفر در ماشینش رو قفل کرده بوده یا نه، اون همون شکیه که ما لازم داریم که مشتری ما بیگناه شناخته بشه. در ادامه گفتگو با آقای دکتر دیوید شیهان از وکلای دفاعی 44 تلفن 818 444 44 44 818 444 44 44 تماس حاصل فرمایید. بعضی وقتی یه نفر وارد خونه ای میشه و میخواد یه چیز دقیقی رو بره از اون خونه بدزده، ولی وقتی وارد میشه میبینه که و هرچی میگرده میبینه اون چیزی که میخواد اونجا نیست. مثلا فرض کنیم که یه نفر میگه که من میخوام برم خونه فلان خونه و یه مقدار طلا بدزدم، ولی وقتی میره اونجا میبینه که اصلا طلایی وجود ندارد یا نمیتونه اون طلا رو پیدا کنه، درنچه بدون این که هیچ چیزی رو ورداره از خونه میاد بیرون. این نفر میتونه به برگلری محکوم بشه، چون این دقیقاً میدونست که چه میخواد قبل از اینکه وارد بشه و بعد وارد اون خونه شده و همین کافیه که این طرف برای برگلری محکوم بشه. یه حالت دیگه هم برگلری موقعی هست که یه نفر میره یه چکی میده به بانک که این چک رو براش نقد کنن، در حالی که این مطمئنه که توی این حسابی که میخواد چک رو نقد کنه اصلا پولی وجود ندارد. در این حالت این در حقیقت داره یک برگلری انجام میده و میتونه به برگلری محکوم بشه، گرچه این رزیدنشال برگلری نیست، این کامرشال برگلری هست. در کالیفرنیا ما دو نوع برگلری داریم، first degree و second degree. first degree برگلری موردایی هست که طرف میره وارد خونه یه نفر میشه. وقتی ما صحبت خونه میکنیم منظورمون دقیقاً یه خونه نیست، خونه های معمولی. ممکنه طرف مثلا یه کلبه داشته باشه. حتی موردی هست که یه نفری که خونه نداره و توی خیابون اومده چادر زده و تو چادرش داره زندگی میکنه، چون از این هوملسایی هست که توی یه چادری داره زندگی میکنه. یه نفر میاد و وارد چادر این میشه و یه چیزی رو میدزده و اون برگلری هست و این first degree برگلری هست. بعد از اون second degree برگلری ما داریم. second degree برگلری موردی هست که طرف میاد وارد یه ساختمونی میشه که خونه نیست بلکه دفتر و اینجور چیزاست. اگه کسی محکوم به first degree برگلری بشه، این همیشه یک felony هست و سنتنس 6 سال در زندان ایالتی هست. اگه کسی محکوم به second degree برگلری بشه، یعنی برگلری یک چیزی مثل دفتر و یه ساختمونی که خونه نیست، این میتونه هم فلونی باشه هم misdemeanor. یه نکته هم که باید بگم در مورد first degree برگلری اینه که این یک استرایک هست، چون همونطوری که قبلا من صحبت کردم در کالیفرنیا اگه کسی 3 تا استرایک بگیره میتونه بره حبس ابد بگیره و وقتی که یه نفر میره خونه یه نفر برگلری میکنه، اون یکی از اون استرایک ها حساب میشه و این میتونه بعد از 3 تا از اینا حبس ابد زندان بره. برای همین این یک جنایت خیلی جدی هست. برنامه حقوقی ما در خدمت آقای دکتر دیوید شیهان به پایان رسید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفاتر حقوقی دکتر دیوید شیهان 818 444 44 44 تماس حاصل فرمایید. تا برنامه بعدی، روزتان خوش. وقتی که توی حادثه رانندگی هستین مطمئن بشین که این کارا رو انجام بدین. سعی کنین به راننده و سرنشینای اون ماشینی که باهاش تصادف کردین و سرنشینان ماشین خودتون
حد اکثر کمک رو بکنین. به پلیس و 911 زنگ بزنین. هرچی پلیس و 911 بهتون میگه اون کار رو انجام بدین. ماشین رو از جاش تکون ندین مگر اینکه در یه جای خطرناکیه و ممکنه یه ماشین دیگه بهتون بزنه. به هیچ عنوان از اون طرف معذرت خواهی نکنین. نرین بهش بگین که من حواسم پرت شده بود، من ازت معذرت میخوام. اگه اون طرف داره به شما چیزی میگه همه اونا رو بنویسین. نمره ماشین، اسم راننده، آدرس و اطلاعات بیمه اون ماشین رو ازش بگیرین. اسم و تلفن تمام نفرهایی که اون حادثه رو دیدن ازشون بگیرین. معمولا بعد از هر حادثه‌ای یه چند نفر جمع میشن و به اون حادثه نگاه میکنن. اسم و تلفن و آدرس اونا رو هم بگیرین. همیشه توی ماشینتون یه کاغذ قلم داشته باشین و شروع کنین به نوشتن همه جزئیات اون تصادف. همه ضررایی کردین بنویسین. اگه چیزی رو میبینین و متوجه میشین که این چیز باعث خواهد شد که شما در آینده پول از دست بدین، اینا رو بنویسین. اگه فکر میکنین که این حادثه باعث خواهد شد که شما نتونین بچه های خودتون یا فامیلای خودتون رو برای یه مدتی نبینین، همه اینا رو بنویسین. اگه چیزی باعث شده که شما بترسین، همه اونا رو بنویسین. خیلی از این چیزا به زودی یادتون میره و اگه اون صحنه رو ترک کنین هیچ کدوم یادتون نخواهد موند. به بیمه ماشین خودتون زنگ بزنین و جزئیات تصادف رو بهشون بگین. بعضی وقتا توی تصادفات اون نفر دیگه میاد پیش شما و بهتون میگه که بیا من و تو با همدیگه معامله‌ای بکنیم و ما اینا رو به بیمه هامون ریپورت ندیم. هیچ وقت این کار رو نکنین. از صحنه حادثه و هر چیزی که به حادثه مربوط میشه عکس بگیرین. اگه بدنتون زخمی شده فوراً ازش عکس بگیرین. اگه پوستتون کبود شده ازش عکس بگیرین. حتی اگه موهاتون ژولیده شده ازش عکس بگیرین. هیچ چیزی رو دور نندازین. اگه چیزی شکسته و بی‌ارزش شده همه اونا رو نگه دارین. حتی اگه دستتون یک ذره زخمی شده و شما با یه دستمال کاغذی این خون دستتون رو پاک کردین، اون دستمال کاغذی رو توی کیسه پلاستیک بذارین و جمعش کنین و نگه دارین. همه اینا شواهدی هست که بعداً ما میتونیم استفاده کنیم که بیشترین خسارت رو براتون بگیریم. در اسرع وقت با ما تماس بگیرین. 818 444 44 44 818 همش 4. ما بعد از یه حادثه رانندگی کلی اطلاعات جمع میکنیم و تعداد زیادی ریپورت مینویسیم. بر مبنای اینا و با حرکات قانونی ما بیشترین خسارت رو براتون میگیریم. وقتی موقع پرداخت خسارت در یه حادثه رانندگی میشه، آخرین حرف رو ما میزنیم. 818 444 44 44 818 همش 4. اگه خواستین این برنامه رو یه بار دیگه گوش کنین میتونین برین توی ایرانسوپر.com.